یک دوست قط خود بیاره در اینجا؟ نمیتونه. میتونیم از همت کار بگیریم، وظیفه و مسئولیت خود بشناسیم. گپی ماده است که مرض شبه خطرناک است و 4 مرتبه داره. مرتبه شک و تردد، بعد از او مرتبه اعراض، بعد از او مرتبه جدال، بعد از او ختم القلب است. هر 3 مرتبه را الله متعال در سوره مؤمن برش میگیم یا غافر آیه 34 و 35 بکشه، در اونجا الله متعال بیان کرده. پیدا کرده انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات، یقینا آمده بود برایتان یوسف علیه السلام پیش ازی بالبینات، با دلایل واضح. یهود و نصارا دلایل واضح را یوسف علیه السلام آورده بود، دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی الله کرده بود. فما زلتم فی شک، پدرها و اجدادتان مثل شما وارد نمی قسم بودن، همیشه بودن در شک و تردد. مما از شریعتی که جاءکم آورده برتان بهی، آورده بود پیغمبران برایشان به او شریعت. کدام شریعت که آورده بود در شک و تردد بود. امروز که عقیده توحید به مردم بیان میکنی متردد است، شک داره. اون مردم هم در مورد همین شریعت شک داشتن. حتی اذا هلک، تایی که وفات کرد، قلتم شما گفته لن یبعث الله من بعده رسولا، هرگز الله دیگه پیغمبر روان نمیکنه. گوش ما آرام شد، گوش ما آرام شد. اینطور بدبختا در جامعه و معاشره ما پیدا میشه. مولوی سیبی که ترجمه قرآن میکرد از اون مسجد برو ترجمه بند شد. مردم چی میگه؟ خب شد از زمین ملا آرام شدیم، یک گوده ما را در خوام نمیمان. همینطور میگه نمیگه؟ همین قومای سابقه تا قرآن شایدی میده. شب امروز ما قتل شب دیروز یکسان است. کدام شبهه، کدام مرض که در تاریخ گذشته بود امروز در این مردم هم موجود است. از درس قرآن تنگ می باشه. از چی؟ از درس قرآن تنگ میاره. در رمضان مبارک 15 ریش سفید حج کرده بود، آمده بود برای ما میگفت که ترجمه قرآن کریم بند شود. ببینید شما سنگ الله نمیباره. نماز صبحی ما بعد از نماز ترجمه میکردیم، سوره انعام شروع بود. سوره انعام هم میشناسی؟ اگر به خیر رسیدیم که در اونجا شرک ریشه‌کن میشه. چی میشه؟ شرک ریشه‌کن میشه. او در صبحی خو خیلی آوازه و غالمغال و شورماشور نیست. زنا در خانه میشنیدن، مردا ورخطا شده بود که کل گیر وابی جور کرد، از او خاطر آمده بودن. سعیر ما بطای مکه باید بنامیم. بطای مکه آمدن قرآن درسش بند شود. نعوذ بالله. ما برشان گفتم که آیا امیتور مجلس و امیتور جماعت شما را گردنتان بسته دمی منطقه شب تا روز دول زده میشه، 1 ساعت هم در خواب نمیمانتانه، جمع شدید دم خانه برای منع کردنش. دمی منطقه 1000 معصیت و گناه و فسق و فجور دیگه است. کدام کار است که نمیشه؟ فاحشه خانه نمیجه است، علنی جمع شده که بند شوه. لیکن به خاطر درس قرآن بند شدن آمده. همونجا 1-3-4 گوش خدا کش که توبه که گفت مولوی صاحب ما را فریب داده، این مردم از ما توبه است. اینطور مردم هستیم ما. کدام مردم؟ دو زمان هم میگه پا بود از توحید الله، از درس قرآن سیر آمده می باشه، باز خوشی را ظاهر میکنه که بند شد. خب الله چی میگه؟ كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب. این می قسم الله گمراه می سازه. کی را گمراه می سازه؟ گمراهی را برای کسی که او اسباب گمراهی را خود آماده کرده. مسرف است، مسرف مرتاب، مسرف است، از حد تجاوز میکنه، حدود رعایت نمیکنه. حد یک انسان چقدر است؟ انسان حد و اندازه‌اش است. سخن کسی را گوش بگیره، تأمل دیش بکنه، خوب ارزیابی بکنه، خوب بگیره، بدرد کنه. این می حد یک انسان است. لیکن این مرد که اول از اول تو را میگه تو یهود هستی، تو نصارا هستی، مرد که تو تالی را نامده، یک سخنی مرا هم نشنیده، از شخصیت و هویت و معلومات نداری، از کجا هستم، بچه کیستم، چی کار و وظیفه دارم، و دستی مرا میگی تو یهود و نصارا هستی. یک روز سفید حاجی صاحب است، گفت نماز صبح است، نماز خواندم که یک ملا خیست، ملا رقم، امی گفت که او مردم ها، او بی غیرت ها، ایجا در بیخی گوشیتان
یکی را مولی متوکل آمده کل زنا و بچه و مردا را کل شوابی جور کرد. گفتی ترگپا گفت که من گفتم این قدر مردم از سر احساسات آورد. گفت من از دلم گفتم بسیار میترسیدم که مبادا مردم ازم یالی حرکت نکنه سر مولی سر مسجدش بلوا نبره. گفت بسیار همینطور وار خطا بودم که الحمدلله گپا خلاص شد، مردم هیچ خود شور ندادن. گفت وقتی که برآمد از مسجد من برآمدم در پالوی همین نفر روان شدم. گفت نه همینطور گفتم خود جناب چقدر خوب گپا زدی والا الله برات اجر بده، دلسوزی دین خو خیلی زیاد هستی، بسیار غمخوری دین کردی. خود تنها یک سوال از تو دارم، همین کسی را که تو گفتی که اینجا در نزدیک ما و شماست در مسجد، این را دیده ای از نزدیک میشناسیش گپایش شنیده؟ گفت نه. دیده ای نه، گپش شنیده ای نه، میشناسیش نه. تو خو گفتی که اینطور است چطوری گپا گفتی؟ گفت خو مردم میگه. گفت من برش گفتم که جناب محترم از تو کده دو آتشه ما بودم، بسیار احساساتی بودم. یک روز از روزها به می قصد رفتم که تو باش نعوذ بالله این ملعون ببینم، سخنش بشنوم. زمانی که داخل مسجد شدم در ترجمه قرآن کریم شیشتم، خو انشاءالله که تا آخر گریان کردم، آخر از خجالت زدگی دست دادن نتانستم بیرون برآمدم. وقتی خود گفتم که یا الله تو را مرا معاف کن. من چی تصور داشتم و امروز به یک نشستن من این قدر دین یاد گرفتم، این قدر مغزم ایلا شد که پرسان نکن. در درس قرآن بودم. تو هم یک روز تو یک دفعه برو چرا اینطور یک گپا را گفتی؟ گفت کمی خودم علامت کرد. گفت والا من خواهم راستیم ندیده بودیم. حد انسان چقدر است؟ سخن بشنو، تحقیق بکو، بررسی بکو ایش کی است، چی سخن میگه، کدام طرف دعوت میده. شاگردای داریم که انشالله سال 83 به این طرف همراه ما است. کسی سند ثابت کرده میتونه که ما نعوذ بالله به سوی انحراف، بیراهی، گمراهی، یهودیت، نصرانیت دعوت داده باشیم؟ ما را دعوت ما را میگه این شیخ صاحب عبدالکریم هم از 83 ختم یک جای هستین و چقدر با واسطه که کرایه موتر هم نداره خدا میرسانه. خود تو تحقیق بکو، معلومات بکو چی میگه، ما کدام طرف ده. بزرگترین اتهامشان دو اتهام خیلی قوی سر ما داره. یک اتهامش است فرقواریت دامن میزنه. راستی تا نبگوی ما دعوت به توحید و یکتا پرستی میدیم یا دیگه مردم؟ ما میگیم واعتصموا بحبل الله جمیعا. نکنه خود حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی معرفی نکنه، محمدی معرفی کنه. یک طایفه هستیم در تمام جهان. چرا پارچه کردی امت، پارچه کردی؟ شما دعوت به تفرق میدی یا ما میدیم؟ راستی تا نبگوی با کتاب الله و سنت رسول الله جمع شویم. نه سخن احمد نه سخن محمود، سخن الله و رسول الله. همین مسلک 4 امام است یا نه؟ کسی این کار میتونه ثابت میتونه که 4 امام گفته که 4 مذهب ما را پیروی کنه، 4 گروه شوه؟ اگر ثابت کردی ما دستی خدا قطع میکنم. مرد دستی ثابت کنی. چرا فرقواریت شما پیش برده رایسته؟ ما را متهم به این میکنه. دوم، یا گستاخی شخصیت های بزرگ مجتهدی نمیکنه. به الله قسم عظمت و قدر امام ابو حنیفه رحمه الله که در قلبی مست انشاءالله در قلبی تو وجود نداره. ما به منهج از او روان هستم لیکن تو به منهج از او روان نیستی. در فروعات تو مذهب حنفی را گرفته، او را از خود امام صاحب کدام سند و دلیل نداری. نقل از یک شخص مثلا نقل شده از امام صاحب، دیگه کدام سند نداری، نه کدام کتاب داری از امام صاحب که خودش نوشته کرده باشه. داری؟ رساله خرد نداری جناب. او را در فروع، لیکن در اصول خطوب ابو منصور ماتوریدی که صفات الله را تاویل میکنه تابع از او نیستی. تو را بالله قسم تعالی را عقیدت سر یک کتاب رساله المفنت علی المعتقد که اونجا بگوید اونجا چی میگه؟ مرده میشنوه. او عقیده دو ذکر است. تو تعالی را عقیدت از قرآن و حدیث نمیشناسی و ما را ملامت میکنی که یا تعظیم نمیکنه. تهمت های ناحق. مولوی صاحب امام اعظم مشرک اعظم گفته نعوذ بالله. ما ان شاء الله تعالی را امام ابو حنیفه یا سایر علمای دیگر که نامش گرفتیم رحمت الله علیهم ان شاء الله قطعش گفته حق داره سر ما، محنت کرده، زحمت کشیده در دین.
یکی در اجتهاد